ببین منو، گریه نکن، زود باش. الان بازم داد میزنه پس این غذا چی شد؟ از پله ها میاد پایین. آخه دلم بدجور گرفت. تو چت شد؟ خودتو کنترل کن. امشب استخونای نورهان خانم تو گور میلرزه. ریحان خانم اینجوری حرف نزن، به خودت بیا، عصبانی میشم ها. یه لیوان آب بخورین ریحان خانم. عزیزم حالت خوبه؟ شبتون بخیر. یه لحظه از دستم افتاد. عیبی نداره، بدش به من. یکی دیگه هم هست. باشه. زول نزنی، خورد شیشه‌ای روی زمین رو جمع کنی. تو رو خدا حواستون باشه خرابکاری نشه. باشه جاهد خانم، به خاطر گل روی شما. باشه زود باشین، عجله کنین. میشه یه لیوان آب لطف کنین؟ خنک باشه. البته شما بفرمایید، من آبو میارم خنک. شما بیکار وای نستین، برین میزو آماده کنین. زود باشین، دست به جنبونی. چه فریادها باید برای نغمه های یک گیتار. اصلا بذار دلمون با هم گریه کنه تا خود صبح. من میخوام تا صبح مست کنم. باشه. واقعا باورتون نمیشه با این خبر چقدر خوشحالمون کردین بابا جون. تا الان دیر کرده بودین. برای خوشبختیتون. خیلی ممنون. وقتی من اومدم بابت چی لیواناتونو بلند کرده بودین؟ برای شکست تحسین کلودا؟ سهامی عام شدنمون باعث پیروزی میشه، نه شکست بابا جون. خفه! تو هم خائن از آب در اومدی. بیا خوشگله، برای یه عمر خوشبختی. ایشالله. ما همین امروز صبح با هم بودیم. دستت درد نکنه، هیچی نگفتی. آدم یه ذره‌شو لو میده. منم از چیزی خبر نداشتم جاهده. جدی؟ وای چقدر هیجان انگیز. پس میخوام تمام جزئیاتشو بدونم چجوری شد. تحسین خان با هم تماس گرفت، گفت فوراً بیا شهرداری. منم رفتم. تحسین خان وقتی گفتین همین الان بیا مردم از دلشوره. چی شده؟ عدالت، نظرت چیه زنم بشی؟ چی؟ بیا. دارین جدی میگین؟ اگه جدی نباشم این همه آدمو واسه چی جمع کنم؟ معلومه جدیم. خب دیگه شروع کنین. یه لحظه، نگفتی ازدواج میکنم؟ ازدواج میکنم. آفرین. برای ازدواجتون به شهرداری مراجعه کردی. حلقه. بده. ادامه بده. ما هم این درخواست فوری رو بررسی کردیم. خوب شد؟
آره. مثل برق و با تموم شد. امان از دست شما بابا جون. کارای باباست دیگه. به نظر من که خیلی رمانتیک بود. حالا هرچی، مهم اینه ازدواج کردیم. بیچاره سر مهربون بی کلامون، امیدش تبدیل به یأس شد. دارین با من شوخی میکنین؟ این چه شوخیه زهرا؟ ماما تحسین کجاست؟ آروم باش مهربان، تحسین آروم باش. کجاست؟ دخترم. کجاست؟ ببین وقتی مکتاش اغلو زمیناشو نفروخت، تحسین تصمیم گرفت دخترشو بگیره. چه؟ آروم باش دخترم. تحسین با نورهان ازدواج میکنه. مهربان مهربان. از این به بعد جای تو همیشه پیش منه عدالت، فهمیدی؟ سر میز، رو مبل، بالا، پایین، هر جا که باشه کنار من میشینی. متوجه شدین؟ دیگه عدالت خانم عزیز رو سر کچل من جا دارن. بله. چه زود رنگ عوض میکنی. شما زن و شوهر هر چقدر دغل باز باشین بازم خیلی دوستتون دارم. ولی با اکسیس بعداً تصفیه حساب میکنم. به نظرم زیاد تحت فشار نذارینش. همونطور که اون به تصمیمتون احترام گذاشت، شما به احساسات اون احترام بذارین. آخه تو کی هستی که نصیحتم میکنی کچل ها؟ تحسین خان، پسر، اول از پشت خنجر میزنی و سرزنشم میکنی و بعدش مظلوم نمایی. از این به بعد حتی یه لحظه بهتون پشت نمیکنم، حتی یه لحظه. هر جور راحتی. پسر جون، هنوزم تو روم وای میستی؟ خائن. آی 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 آی. چی شو؟ تکون خور. ببینم. چی؟ چه خوب. ببینی. به خدا خیلی خوش قدم بودی عدالت جون. خدا رو شکر. نوه پهلوون من. پسر عزیز خودمه. بابا جون ظفر به افتخار شما سلام میکنه. داره به من میگه آروم باش بابا جون، طاقت بیار بابا، این بارم تحمل کن. تنت میخوره ها. کرهان جون خواهش میکنم. خیلی خوب، معذرت میخوام. 15 دسامبر 2016 یه اهمیت دیگه تو زندگی ما داره. خیلی خوب، زود باشین ببینم بشقاباتون رو پر کنین. خانمم گرسنه است، نوام گرسنه است، زود باشین شروع کنین. بفرمایید. این همه سال سکوت کردم. گفتم وقتی مادرم سکوت میکنه من چی کارم؟ زندگی بابامه. بابامم دوستش داشته که، یعنی سالهای سال تقریبا هر شب رفت پیش اون زن، ولی تا امروز بروز نداده بود. تا امروز. آره خب، ولی به هر حال کاری نکرد که باعث سرافکندگی شما بشه. به نظرت اینطور نیست؟ ازدواج کرد. به خاطر تنبیه ما این کار کرد. میخواست بگه اگه شما جلوی من وای میسی من هم شما رو اینطوری اذیت میکنم، فهمیدی؟ الان در حق عدالت خانمم خیلی بی‌انصافی شد. خب اونم مثل تو میدونه تو چه شرایطی قرار گرفته. واقعا بی‌انصافیه، اینطور نیست؟ یعنی چی؟ یعنی میخوای بگی دلم برای اون زن بسوزه؟ اون زن باعث مرگ مادرم شد، زج کشش کرد، از قصه دقش داد. بهتر انقدر تون نری، هنوز غذای درست حسابی نخوردی. من همش به خاطر مشکلاتی که بین پدر و مادرم بود مادرم رو سرزنش کردم. فکر میکردم مادرم پدرم از خودش رونده، اونم برای همین رفته به یه زن دیگه دل بسته.
نفهمیدم چیا کشیده. وقتی من اینقدر قصه میخورم خدا میدونه مادرم چقدر قصه خورد و عذاب کشید. یعنی چه حسی داشت؟ یه چیزی بهت بگم، شاید حرف تو درست باشه. یعنی مادرت واقعا پدر تو از خودش رون، پدرت هم عصبانی شد رفت پیش عدالت خانم. چه میدونم، اینم ممکنه باشه. شما مردا همینین دیگه، همتون مثل همین، طرز فکرتون احمقانه است. همتون همه چی به نفع خودتون برداشت میکنی. آره. کرهان همه چی رو میدونه، هرچی که من نمیدونم اون میدونه. دروغ گو. میخوام بمیرم. خب حالا نظرت راجبه یه خواب خوش چیه؟ نه من جایی نمیرم. ببخشید آقا. آیسیس، میخوای الان بذارمت رو کولم با خودم ببرمت؟ جلوی چشم همه. بی خود. پس حرف منو گوش کن، باشه؟ پاشو. تو هم مثل بابام زورگویی. میشه خواهش کنم کینه بابا تو سر من خالی نکنی؟ او اکسیس، آفرین به تو. ولم کن، بذارم زمین، ولم کن. ولم کن. بهت که گفتم این کارو میکنم. های بذارم زمین. بذارم زمین پاتریکس، ولم کن. بذارم زمین، تو رو خدا بذارم زمین. رمزش چی بود اکسیس؟ چیزه اونجا. خیلی خوب، ببینم اتاقت کجاست؟ برو همونجا. کجا برم؟ جلوتر، برو جلوتر. این؟ کدوم؟ آره. اینه؟ نه جلو. کدوم یکی؟ آها. خیلی خوب، تو دیگه برو، خودم میخوابم. کاری کردم جلوم زانو بزنی. سر شرط بسته بودی؟ پاتریکس حلش میکنه. پاتریکس جون. حس بزنین کیه؟ بانو؟ خانم کنه، دختره لوس پر رو. تو هر فرصتی میگی منو پاتریکس ال کردی، منو پاتریکس بل کردی. شیرین عقل. این خیلی زشته. اجازه بده اینم در میارم. میدم. چی شد؟ حالت تبا داری؟ خیلی خوب. برو. منظور بابا چی بود کرهان؟ ها؟ با توجه به شرایط اخیر لازم میشه در مورد وصیت‌نامه تجدید نظر کنم. معنی این حرفا چیه؟ این زن شریک آینده بچه‌مون میشه؟ باور کن اصلا برام مهم نیست جناب. یعنی چی برات مهم نیست؟ ها؟ یعنی چی مهم نیست کرهان؟ بابات قبلا بهمون چی گفت؟ گفت اولین نوه بزرگترین سهامدار میشه، صاحب همه چی میشه. حالا این حرفا چیه؟ حالا دیگه تو زندگیمون یه چیزی به اسم قبل از عدالت و بعد از عدالت وجود داره. کرهان این موضوع شوخی بردار نیست. هر طور شده باید باباتو قانع کنی هیچ چیو عوض نکنی. چی کار کنم؟
باش ازدواج کرده، زنشی. ازدواج کرده. کرهان خواهش میکنم با این خونسردیت منو دیوونه نکن. اگه بابات یه دفعه بیفته و بمیره چی میشه ها؟ زبونتو گاز بگیر جاهد. آره اون وقت بیا و درستش کن. جاهد این وقتش ببین چه گیری دادی ها. حق دارم گیر بدم جانم، حق دارم. نمیتونه یه دفعه همه چی رو صاحب بشه. کرهان جون، عشقم، عزیز دلم، تو رو خدا برو معذرت بخوا، یه کاری بکن دل باباتو به دست بیار. خواهش میکنم بگو کاری نکنه. چه میدونم تقسیم اموال از الان انجام بده. جاهد جون هر کی دوست داری ول کن، بذار فردا صبح حرف میزنیم. من از صبح تا حالا در حال جنگ و دعوا بودم، مغزم داره سود میکشه. لطفاً بس کن. اگه از الان دست به کار نشیم بعداً وارد جنگ بزرگتری میشیم. من خوابیدم. این هولیام امشب اصلا پیداش نبود. هولیا کیه؟ من گفتم هولیا؟ نه من میخواستم بگم آیشه. اسم هولیا افتاده رو زبونم. هولیا چی آخه؟ کسی به اسم هولیا هم نمیشناسم. میرم یه سر به این آیشه بزنم. احمق. عزیزم امشب آیشه غذاشو تو اتاقش خورد؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ خب از سر شب تا حالا ندیدمش. خدای نکرده مریضی چیزی نشده باشه. آیشه آیشه هولیا ریحان خانوم ریحان خانوم ریحان خانوم آیشه نیست. راست میگی ندیدمش. آخرین بار با شما بود. فکر میکردم با شما رفت. وای چی دارین میگین؟ بودو گوشیمو بیار. زود باش زود باش بجا. آیشه آیشه اتاق کارو ببینم. آیشه آیشه نیست نکنه جایی خوابش برده باشه یا موقع قدم زدن زمین نخورده باشه. نکنه رفته باشه اطراف برکه. زود باش پیداش کنین. بگین دنبالش بگردن پیداش کنن. بده جاهد چی شده؟ آیشه نیست. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش باشه. یه چیزی شده. مطمئنم یه چیزی شده. تو چرا انقدر نگران شدی؟ حتما رفته یه قدمی بزنه یا رفته روستا. اون بدون اجازه من هیچ جا نمیتونه بره. یعنی نمیره. آخرین بار تو آشپزخونه بودی. برای اون پسر آب برد بیرون. کدوم پسره؟ همون پسری که وسایل عدالت خانم آورد آب خواسته. کدوم پسره؟ این پسره کیه؟ زود بریم بپرسیم ببینیم کیه. جاهده میشه آروم باشی؟ تو چت شده؟ زن گنده که بچه نیست، گم نمیشه، هر جا رفته خیلی زود برمیگرده. خب اگه بلایی سرش اومده باشه چی؟ اتفاقا دادگاهش همین امروز بود. قاضی به خاطر نبود مدارک کافی آزادش کرد. خدای خودت حفظش کن. خدای خودت حفظش کن. نگران نباشین جاهد خانم، با اون پسره رفته. چی؟ بهت که گفتم جاهده دوست پیدا کرده. توران این کارو نکن. چرا به هم تهمت زدی؟ توران بگو ببینم. زود باش. توران این کارو نکن. توران نکن. توران نکن این کارو. زود باش بگو دیگه. نکن. تو رو خدا این کارو نکن. من هیچ کاری نکردم. قسم میخورم من کاری نکردم بابا. اینایی که میگی الان میشنوم توران. راستشو بگو. مگه اینا نمیتونه اتفاقی باشه؟ راستشو بگو. توران نکن. حرفتو میرم. یا بیا اینجا. بیا اینجا. صاف کن ببینم. توران این کارو نکن. توران صبر کن. من حاملم. توران ولم کن. حاملم.
روشن نکن بلند. چی شد؟ جشن زود تموم شد؟ صبر کن ببینم. تو گریه کردی؟ تو به من خیانت کردی بلند. فقط به خاطر اینکه از اکسیس عصبانی بودی از پشت بهم خنجر زدی. مامان، این موضوع ارتباطی با اکسیس نداره. تو فقط خودتو گول بزن. مامان، مگه میشه از پشت بهت خنجر بزنم؟ من فقط خنجری که بچهای تحسین کرد و داغ به پشتش زده بودن و در آوردم. میدونی معنی این چیه؟ یعنی میگی با منطقت عمل کردی؟ آره؟ آره. همه چی رو به راهه. تو اصلا نگران نباش. بله جاهده. بلند، باید بهم کمک کنی. هولیا قیبش زده نیست. چی؟ مگه نگفتی سختش میکنی؟ ها؟ مگه نگفتی بچه منو نمیخوای؟ هنوزم نمیخوام. این بچه مال تو نیست توران. ولی اینطوری نمیگفتی. سعی کردم بندازم گردن تو ولی نشد. با پدرش به توافق رسیدم به دنیا بیارمش. بابای این بچه کیه؟ نمیشناسی. با من بازی نکن. میگم بابای این بچه کیه؟ بلند. بلند چی؟ بلند چی؟ حرف بزن. بلند آیدین باش. کجاست؟ یه کاری بکن. پیداش میشه.
تا صبح چش رو هم نذاشتم. گفتم شاید از اینجا ببرتش خونه. چشم از گوشی بر نداشتم، ولی نه، خبری نیست. یه کاری کرده. جاهده چی کار میخواست بکنه؟ پالتوشو برداشته، با خیال راحت سوار ماشین شده و رفته. آدم ربایی در کار نیست. پس الان کجاست؟ چرا زنگ نمیزنه؟ بچم رفت بلند. یه کاری کرده. حتما بلای سر هولیا آورده. نترس، آروم باش. ببین، یه کاری بکنیم. بریم پیش پلیس. همه چی رو بگو و راحت شو. نه اصلا. هر اتفاقی هم بیفته نمیتونم برم پیش پلیس. اگه یکم دنبالشو بگیرن هولیا جلب توجه میکنه. اگه هولیا رو تحت فشار بذارم من بیچاره میشم. جاهده، بالاخره از یه جایی لو میری. مسخره ترین دروغ دنیا رو به همه گفتی. تا کی میخوای اینو پنهون کنی؟ دیوونه شدی؟ برو پیش کرهان، همه چی رو بگو. نه، نمیتونم به کرهان بگم. به هیچ کس نمیتونم بگم. بلند، خواهش میکنم، التماس میکنم منو وسط رو بل نکن. باشه جاهده، آروم باش. دیر کردم مگه نه؟ نه حله. من امروز خونه نیستم، فردا برمیگردم. مادرمو به تو میسپارم. باشه، خیالت راحت باشه. فعلا خداحافظ. قشنگه؟ قشنگه. سلام. خیلی ممنون عزیزم. سلام، خوش اومدین. انگار پاتریکسو نمیتونم ببینم. یکم پیش رفت. خیلی خوب. صبح بخیر خانم. من مهربان هستم. آی ببین چند سال گذشته. تو سفارت با هم کار میکردیم. بله خواهش میکنم بفرمایین بشینین. حتما منو با یه نفر دیگه اشتباه گرفتین، اما عیبی نداره. اصلا عوض نشدین، واقعا آفرین. خیلی ممنونم. دخترم برای مهمونمون چایی بیار. چایی میخورین دیگه؟ البته. مهربان خانم، پرونده رو چیکار کردی؟ کدوم پرونده رو؟ مهربان مارمولک. مهربان مارمولک. آفرین. حتی به منم نمیگین. خیلی خوبه. هیچ کس نباید بدونه. نباید به کسی گفته بشه. به هیچ کس نگفتم. اصلا نگران نباشین. حتی به تحسین کلوداغم نگفتم. مبادا بگینا. اون اگه بفهمه پاتریکس هم میکشه. همونطور که پدرشو کشت پاتریکس هم میکشه. خیلی ممنونم. میشه کنار چایم یکم لیمو داشته باشم؟ فیگن خانم جون، تحسین کورلوداغ برای چی باید پاتریکسو بکشه؟ مگه فراموش کردین؟ به خاطر این تابلوها بود که مشکل حل شد دیگه. حسن تابلوهای دزدیده شده رو تو خونه تحسین کورلوداغ پیدا کرد. برای همین کشتش تو همین کورلوداغ. مهربان خانم، خوش اومدی. خیلی ممنون. اومده بودم فیگن خانم رو ببینم. ماشاءالله خیلی خوبه. خدا رو شکر. میبخشین بیخبر اومدم.
اختیار داریم. گفتم از مرباهایی که درست کردم بیارم برای صبحونه بخورین، اما نتونستم پاتریک رو ببینم. چند دقیقه پیش رفت. فیگن خانم، ببینین براتون شکلاتایی که دوست دارین رو گرفتم. لیمویی و دارچینی. وای چه جوونه با ملاحظه‌ای. چون شما دوست دارین گرفتم. دوست دارم. مهربان خانم، هدیه‌های شما هم خیلی خوبه. دستتون درد نکنه. الان میرم حاضرشون کنم. نوش جونتون. گفتین به خاطر تابلوها بود؟ بله متاسفانه. یه دونه صبح یه دونه شب بیشتر بخورم اذیتم میکنه دیگه، همین جوریه. ببینم کدوم تابلوهای دزدیده شده رو دیده؟ کی؟ مهربان خانم، نتونستیم بابت هدیه عروسی ازتون تشکر کنیم، شرمنده‌مون کردیم. خواهش میکنم، قابلی نداشت. ایشالله مبارکتون باشه. خیلی معذرت میخوام، وقت دارو خوردنمونه، بعدش هم با اجازهتون دوش میگیریم. خواهش میکنم، منم داشتم میرفتم. خدا نگهدارتون. بازم به دیدنتون میام. منتظرم، حتما بیا. روز بخیر. روز بخیر، خداحافظ. اصلا مریض به نظر نمیاد، نه؟ بله، بعضی وقتا یه جمله‌ای میگه هممون جا میخوریم. بعضی وقتا هم توهم میزنه. خداحافظ کمال جان. به سلامت. صبح بخیر. برای اینکه تمام روز تو رخت خواب نمونی ساعتو کوک کردم. ببخشید الان سرت بدجور درد میکنه. قرصایی که روی درابر گذاشتم لطفاً اول قرص زرد بعدش هم قرص سفید بخور. امروز باید خیلی آب بخوری. من تو اینجور مواقع صبح میوه میخورم. امیدوارم امروز صبح از هر لحاظ خوب باشی. صبح بخیر اکسیس خانم، لباساتون. لباس از هتل سر خیابون میام، دیشب بهمون تحویل دادن. دستمزد آقا پاتریکس دادن. روز بخیر. روز بخیر. باید زود لباساتو در بیاریم.
وای نه 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 نه. تو هم خیس شدی. اکسیس خب جان. خیس شدی دیگه. اکسیس جان یه لحظه. اوه نه. یه وقت پاتریکس نباشه. وای تو رو خدا پاتریکس نباشه. پاتریکس نباشه. صبح بخیر. از دیشب غیب شدی. کجایی تو اصلا؟ مردم از زیر شوره. آدم خبر میده. ببینم حالت چطوره؟ ولش کن، جواب نده، از قیافت کاملا معلومه. شیرین تو رو خدا یکم آروم حرف بزن. بزن. خلاصه دیشب از قیافت مشخص اکسیس جون. کی تو رو رسوند؟ خودم اومدم. ببین آقا پاتریکس اینو برای تو درست کرده. همه روز باید بخوریش. بیا. کی اومد خونه؟ چه میدونم بابا، تو نمیدونی کی رفت؟ آها به خاطر نمیاری. میدونم آره اعصابت به هم ریخته، به خاطر الکل نیست. یه چیزی بگم اکسیس، منم وقتی شنیدم انگار از پشت بوم با سر اومدم پایین. حق داری والا. بیا بگیر. وای شیرین هیچی نمیخوره. نه نمیشه، باید بخوری. بیا تا شب اینو میگیری میخوری. خب بگیر ببینم. زود باش دختر جون، سر بکشش دیگه. زود باش زود باش زود باش. میگم طعمش هم زیاد بد نیست نه؟ راستی آب زیاد باید بخوری. ماکارونی و ماست بدون لاکتوز، همین که گفتم ها. به خونه سر زدی؟ نه با عجله اومدم اینجا. این دیگه چیه؟ خدا بگم چی کارت نکنه. چقدر این آدم نکته سنج آخه. خیلی خوبه نه؟ باورم نمیشه. چیه؟ بده ببینم. میدونی شما دیگه عاشق و معشوق شدین. دلم میخواست حرفتو گوش کنم و کنارت بخوام. تو رو خدا نرو، پیشم بمون خواهش میکنم. شب همینجا بمون پیشم خواهش میکنم. باید برم. نرو تو رو خدا نرو. الان باید برم ولی فردم باشه. خدا بگم چی کارت کنه اکسیس. خاک تو سرت چی گندی زدم. وای خدا نکنه، لعنت بر شیطون. ببینم اینجوری گفتی نمون پیشم. شیرین ساکت شو ساکت. وای بگم خدا چی کارت نکنه اکسیس. بالاخره احساسات پنهون تو بود. شیرین سر به سرم نذاره، به خدا بجوری حالتو میگیرم. به اندازه کافی خجالت میکشم. بسه. خجالتی من. عزیز دل من، بیا بغلم. از این اتفاقا میفته دیگه. بعدش هم پاتریکس به این چیزا گیر نمیده. میخوام بمیرم، از خجالت میخوام بمیرم. عیب نداره بابا، باعث میشه اتفاقی بعدو فراموش کنی.